سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم با یه آموزش دیگه. بچه‌ها من یه گلدون سفالی دارم اینجا. من داخلش رو تا قسمتی و بیرونش رو هم رنگ سفید دادم، 3 دست رنگ دادم و برای من کاملا پوشانندگی داشته. میخوام بیام و از ترانسفرهای گل آبی استفاده کنم. ترانسفرها رو که میبرین خب باید داخل آب بگذارید تا باز بشن دیگه. توی آموزش‌های قبلی هم بهتون آموزش دادم. توی گلدون من میخوام لبه بالاییش رو بیام و رنگ طلایی بزنم. برای این کار من میخوام اینجا توی این کار از اسپری طلایی استفاده کنم و با اسپری طلایی رنگ طلایی لبه کارم رو بزنم. خب بچه ها، من ترانسفرهامو دوره هاشون رو بریدم و اون ترانسفرهایی هم که خراب شده بودن رو، قسمت های سالمشون رو که کوچیک‌تر بودن جدا سازی کردم تا بتونم توی قسمت های دیگه کارم استفاده کنم. ترانسفرهامو میندازم داخل آب، اجازه میدم تا خودشون رو باز کنن. البته شما مثل من همه رو با هم نندازین، دونه دونه بندازید، این کار براتون خیلی راحت تره. جای ترانسفرهاتون رو هم حتما انتخاب کنید و بسته به جایی که میخواین ترانسفرهاتون رو قرار بدین ترانسفرهاتون رو داخل آب بندازین. ترانسفری که داخل آب میره خودش بعد از چند لحظه جدا میشه و خاصیتی هم که داره این هستش که چسبی که پشت کار داره میمونه. ترانسفرتون رو به همین آرومی که میبینید روی کارتون قرار بدین. از یک سمت روی کارتون قرار بدین و به آرومی با انگشت یا حالا با پارچه نمدار چروک هایی که داره رو ردشون کنید. نذارید که چروک ها روی کارتون باقی بمونن. اگر دیدین که چروکش خیلی زیاد هست و قابل رد شدن نیست، با استفاده از قیچی یه چاک کوچولو بدین روی ترانسفرتون تا اون چروک ها از بین برن. به همین صورتی که میبینید ترانسفرهاتون رو روی کار فیکس کنید. الان یکی از ترانسفرهای من جا خورد، میرم سراغ ترانسفر بعدی. خاصیت ترانسفر این هستش که توی آب کاملا خودش رو باز میکنه و به راحتی جدا میشه. اگر طرحی که دوست داشتین توی بازار به صورت آماده کاغذ ترانسفرش وجود نداشت، میتونید طرحتون رو ببرید چاپخونه ها و براتون بگید که چاپ ترانسفر انجام بده. الان ببینید طرح دوم من هم روی کارم فیکس شد. اگر به ترتیب این کار رو انجام بدین درسته که زمان بره، اما کارتون خیلی تمیزتر و شیکتر میشه. گفتن نرو، هر بار صدامو نشنیدی، این بار نگاه کن تو چشام، این بار خودت هم ترسیدی. خب من ترانسفرهامو جوری که دوست داشتم روی گلدونم چیدم. جاهایی که حس می‌کردم خالی ترن طرح‌های کوچکتر شده زدم که از اضافات ترانسفرهای خرابم چیدم، از قسمت‌هایی که سالم بودن. من خوشم اومد توی قسمت داخلی کارم هم زدم. حالا این دل بخواهیه، میتونید این کار کنید، میتونید نه. برای اینکه ترانسفرهام رو کاملا فیکس کنم میام و از چسب DM5 یا همون DM5 استفاده میکنم که البته توی فیلم کاملا خوب مشخص نیست. خود چسبم رو مقداری ظرف دیگه استفاده نمی کنم. از داخلش با استفاده از قلموی تمیز بر می دارم و میام روی خود ترانسفرهام میزنم. اجازه میدم چسب من کاملا خشک شه. حالا بعد از اینکه چسب DM5 مون خشک شد، بسته به سلیقه‌مون که دوست داریم از چه تثبیت کننده‌ای برای کارمون استفاده کنیم، میتونیم هم از وارنیش، هم از اسپری کیلر
یا حالا کریستال سرورنیک یا هر تصفیه کننده دیگه که مد نظرمون هست استفاده کنیم. برای قسمت های لبه کار هم که توی آموزش های قبلی من یاد دادم بهتون، مقداری از این اسپری رو میگیرید توی حالا یا در ظرفتون یا هر قسمت دیگه ای که دوست دارید. بذارید قسمت رو بهتون آموزش بدم. اسپری میکنید. ببینید این حالت خیسی که بهتون میده رو ما نیاز داریم. میایم و با استفاده از قلمو این خیسی رو بر میداریم و لبه کارمون رو به همین راحتی رنگ طلایی میذاریم. البته که شما میتونید از این رنگ استفاده نکنید و بیاین و خودتون رنگ طلایی درست کنید یا حالا بیاین و از مرق طلای مایع استفاده کنید. کاملا دل بخواهیه. من کامل شده این گلدون رو براتون میذارم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه.